سلام بچه ها، امروز اومدیم با آموزش هک روبیکا، برنامه فیلتری روبیکا. این برنامه رو میگم، این که دست گذاشتم روش، این برنامه رو میتونید تو کانال تلگرامی ما نصب کنید و دانلود کنید. آیدی تلگراممون بالای صفحه میاد و میتونید به تلگرام و اونجا دانلود کنید. اولین قدمی که ما برمیداریم میریم در برنامه. خب اینجا چند تا گزینه هایی هست. نگاه، مثلا الان ما این کد فیلتری رو میخوایم دستمون رو نگاه بچه ها، باید نگاه ما الان اینو میخوایم، این کد فیلتری. برای اینکه بتونیم بریم در این بخش باید دستمون رو دکمه یا بذاریم تا بره داخلش. خب دستمون که گذاشتیم میره داخل. اینجا یه کدایی میاره، مثلا اینجا نوشته اولین کد اینه، دومین کد اینه، سومین کد اینه. اینا رو کپی میکنید و میزنید بازگشت، دستتون رو روش نگه میدارید و خودش میاد بیرون. بعد مثلا اینجا نوشته کد رفع فیلتری، نحوه استفاده از برنامه رو میگه، ریپورتر روبیکا. اینجا هم سازنده، پشتیبانی بقیه برنامه ها، خروج، آموزش 2، آموزش 3. این قسمت هم که دیگه واسه ترسوندن افراد، مثلا الکی مثلا میاید فقط این قسمت ها، مثلا اینا دیگه راستین واقعیه. این قسمت رو برای ترسوندن افراده که مثلا با دوستاتون شوخی کنید، مثلا هکتون میکنن. مثلا اگر آیدی رو وارد کردید بعد بزنید تایید، میگه کار برای گرامی، حدودا تا یه روز دیگر حساب کاربر مورد نظر فیلتر میشه برای ترسوندنی. خب دیگه وقتی اون کد تو قسمت فیلتری کپی کردیم در میایم از برنامه. باید بزنیم روی این. خب یه لحظه بچه ها، خب میریم تو روبیکا. وقتی رفتیم تو روبیکا، منتظرمون که بیاد. یکم این نت ضعیفه، ببخشید. از یکم هم خیلی ضعیفتره. یا من ویدیو رو فعلا کات میکنم. وقتی که کپی کردید کدا رو، من کدا رو بیارم ببینم دارمشون یا نه. اینجا ندارم. خب دیگه حالا شما کپی کنید، من کپی نکردم. وقتی کپی کردید میاید آیدی قربانی رو میرید وایسا. آره مثلا این قربانی میبینی که این بالا نوشته این کار باید به علت تخلفات محرز تعلیق میباشد. من اینو خودم به شخص فیلترش کردم. یکم گهخوری میکرد بلا نسبت. این خیلی تو گروه ها به من فوش میداد. من اومدم کارشو ساختم با همین برنامه. البته به اینا میگم که احتمال فیلتر شدن بستگی داره که اون فرد چقدر مثلا گزارشش رو زدن. مثلا ممکنه قبلا هم گزارشش رو زده باشن که خیلی راحت در میشه. مثلا بعضیا که ازش ناراضی بودن گزارشش رو زدن. وقتی ما هم گزارشش رو بزنیم دیگه این تعداد گزارش زیاد باعث میشه که فیلتر بشه. اما اگر حساب تازه‌ای باشه، مثلا تازه باز شده باشه، احتمال فیلتر کردنش 50-50. یعنی ممکنه فیلتر بشه، ممکنه هم نشه. ولی من خودم به شخص این کاربر رو فیلتر کردم. میبینی که نوشتم این بالا برنامه فیلترینگ خریدم که البته خودم ساختم، می‌خواستم دیگه مثلا پوز بدم. بعد اینجا نوشتم به امید دیدار، همینطوری میخوام بگمت تا 4 ساعت دیگه فیلی دیگه نمیشه گفت، چون یوتیوب پاک میکنه فیلمو. دارش پشیمون شدم، هکم نکنیم. و منم یه سری پیاما رو حذف کردم. دیگه زیاد صحبت نکنیم، حالا بریم آموزش. خب میایم روی این 3 نقطه میزنیم، بعد میزنیم رو قسمت گزارش ها، بعد میایم رو قسمت سایر میزنیم. بعد اون کدایی که گفتم هر یکیشو 10 بار بزنید. باید هر یکیشو 10 بار اینجا بزنید و بعد ارسال گزارش بزنید. بعد حدودا 3-4 ساعت، اگر 3-4 ساعت چیز نشد، فیلتر نشد، تا یه روز دیگه باید بشه. اگر بعد یه روز نشد دیگه اونجاست که دیگه کاربر فیلتر نشده، چون حسابش مثلا حساب تازه، مثلا هیچ کس تا حالا گزارشش نزده و احتمال فیلتر شدنش کمه. این هم از آموزش. ما رو دنبال کنید تا آموزش های بعدی. این اولین آموزش ما بود.
قول میدم بهتون آموزش های بعدی 100% باشه و 100% فیلتر کنه شخص مورد نظر رو. و اینکه لایک بکنید، سابسکرایب کنید و زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم، کانال ما در تلگرام هم رو دنبال کنید.